Researcher. You want to discover, build knowledge, and move research forward. But there are things that stand in your way. You need real-time access to the latest, most relevant content. But how do you find the right information? Who do you trust? 25 million researchers a month count. درود خدمت همراهان همیشگی هیر کراتین پلاس. آرزومندم حال دلتون خوب باشه. علی محمدی هستم، مدرس بین‌المللی تراپی. قرار بود پست هایی رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم و تصمیم گرفتم که یکی از پست هایی که در رابطه با دستگاه های پیکو استیم به تعریف از این دستگاه پرداخته رو مورد نقد و بررسی قرار بدم. بریم پست رو با هم ببینیم. دستگاه‌های استیمر که هیدریشن و آبرسان هستند دو لانچ متفاوت دارند به نام نانو استیم ها و پیکو استیم ها که مبحث امروز ما در رابطه با پیکو استیم ها هستش. پیکو استیم ها دو ویژگی بارز دارند. یکی اینکه با انرژی گرمایشی کار میکنن و ذرات آب رو بسیار ریز مولکول میکنن و حتی در مقیاس کوچکتر از نانو تبدیل میکنن. و ویژگی بعدی اشعه بلوره یا همون نور آبی در هندپیس دستگاه ها هستش که این هندپیس ها بسیار سبک هستن برای کارهای آبرسانی و از کارایی های اشعه بلوره جاذب الرطوبه بودن، یعنی جذب رطوبت در بافت کورتکس هستش و این ویژگی باعث درمان هم کوتیکول و هم کورتکس میشه به دلیل اینکه باعث میشه تخلخل کوتیکول از بین رفته و آب و سایر املاح جذب بافت کورتکس بشه. از دستگاه‌های استیمر مثل پیکو استیم ها 3 بار در حین پروسه تریتمنت و تراپی ها استفاده می‌کنیم. مرحله اول برای اکسیژن رسانی و یونودرمی اولیه و همنام کردن یون‌ها در مو. مرحله دوم که یک متد کره‌ای هست برای تمام کارهایی که همراه با اویل ها انجام میشه مورد استفاده قرار میگیره. و در مرحله سوم که در انتهای پروسه های تریتمنت مثل کراتین و تراپی هاست و همینطور رنگ و رنگساژ ها با انرژی گرمایشی پایینتری انجام میگیره و زاویه معکوس از روی مو. و در کل برای کارهای درمانی از دستگاه‌های استیمر برای پاکسازی و جرمگیری مو، تزریق اکسیژن به شفت مو و همینطور اسکالپ و فولیکول مو استفاده میشه. ساختار یک پارچه لیپید در فولیکول مو چی میگه؟ لیپید عموماً از اسیدهای چرب، سولفات کلسترول، سرامید و کلسترول تشکیل شده. این تنها ساختار یک پارچه در میان کل اجزای موست. دانشمندان این قسمت رو سد مو نامگذاری کردن زیرا ممکنه همتای سد پوستی باشه. چرا که نقش کلیدی در حفظ یک پارچگی مو از جمله آبگریزی و سفتی مو داره. در روی موها اسید چرب میتیل ایکوزانوئیک وجود داره که این اسید چرب باعث میشه موها آبگریز بشن. رنگ مو دکولوره باعث میشن که این اسید چرب حل بشه و از روی موها از بین بره. در این موقع است که موها از حالت آبگریزی تبدیل میشن به حالت آب دوستی و آب میتونه به شفت مو نفوذ کنه. نفوذ آب باعث تورم شفت میشه. موها دچار موخوره خواهند شد و در نهایت از همون قسمت کات خواهند شد. درسته از عناصر تشکیل دهنده مو اکسیژن هست، ولی این دلیل بر این نمیشه که این دستگاه بتونه به مو اکسیژن رسانی کنه یا آب رسانی کنه. 2 قسمت از بدن انسان ها میتونن اکسیژن رو از محیط دریافت کنن، یک لایه شاخی پوست و 2 قسمت رنگی چشم. قسمت رنگی چشم به این علت میتونه اکسیژن رو از محیط دریافت کنه که اگر خون در اونجا جریان داشت، چون یک ماده مات هست، ما کور می شدیم و نمیتونستیم محیط رو ببینیم. به همین علت این 2 قسمت میتونن اکسیژن رو از محیط دریافت کنند ولا غیر. درسته وقتی که در گوگل مطلبی رو سرچ میکنیم در راستای کارمون، احتمال اینکه اون مطالب کذب باشه خیلی زیاده، ولی وبسایت های معتبری وجود دارن که مقالات علمی رو مطرح میکنن، در اختیار عموم قرار میدن بدون هیچ هزینه‌ای. همچنان که من یکی از این مقالات رو در اختیار شما عزیزان در این پست قرار دادم. امیدوارم که کمال استفاده رو برده باشید.
و در پایان خود گوید و خود خندد، خود مرد هنرمند است. بدرود.